به این میگن الوا خشک، یه شیرینی سنتیه بدون فر. بریم تا درستش کنیم. آرد معمولی با آرد نخودچی رو به مدت 15 دقیقه تفت میدیم. بعد از اینکه 15 دقیقه تفت دادیم، زیر اجاق گاز رو خاموش میکنیم و کره نیوزلندی با روغن نیمه جامد رو بهش اضافه میکنیم. آردمون حرارت داره، روغن خودش ذوب میشه. فقط سریع اینجا هم بزنیم تا خوب مخلوط بشن. بعد اینکه روغن خوب مخلوط شد، بهش گردوی خورد شده رو اضافه میکنیم و پودر هل. حالا نوبت خاک قنده. خیلی آروم هم میزنیم. حالا نیاز داریم به یه قالب یا یه دیس. حلوا رو پهن می‌کنیم داخلش. بعدش برای تزیین گردوی دندونه‌ای می‌ریزیم. حالا به مدت 3 ساعت حلوا رو می‌ذاریم داخل یخچال تا خودش رو بگیره. بعد استراحت به صورت لوزی شروع می‌کنیم به برش زدن. بعد اینکه برش زدین به همین شکل از داخل قالب بیارید بیرون.